سلام قشنگا، امروز اومدم با یک کشک بادمجون خیلی خوشمزه ولی این بار کم روغن و رژیمی. بادمجونا رو کبابی کردم. هم سبکتر شدن هم طعمش محشره. بعدم با خردکن له میکنم تا حسابی نرم بشن. بریم سراغ پیاز رو خرد میکنم و با یه ذره نمک میذارم سرخ شه تا طلایی و خوش عطر بشه. حالا بریم سراغ مواد خوشرنگ و خوش عطرمون. یک کم رب گوجه خرد شده، چند تا حب سیر و البته فلفل دلمه رنگی که هم قشنگش میکنه هم بوش و حسابی محشر میکنه. پیازا که حسابی طلایی شدن، حالا سیر رو بهش اضافه میکنم. یه چیزی هم بگم، این مواد من فریز شده است ولی نگران نباشید، طعمش هیچ فرقی با تازه ها نداره. حالا فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه میکنم و تفتش میدم. بعدم رب و گوجه رو اضافه میکنم و یکم تفتشون میدم تا رنگ باز کنن و اون بوی خام رب بره. ببین چه رنگی شده، انگار خود آفتاب رو ریختم تو تابه. حالا ادویه ها میرن تو کار. یکم پودر کاری، یه ذره زردچوبه و فلفل سیاه. این ترکیب جادو میکنه و طعمش فوق‌العاده میشه. خب رسیدیم به لحظه‌ای که دل همه میره. بادمجونا رو میریزم تو مواد و کمی تفت میدم. بعدش میذارم نیم ساعتی با درب بسته جا بیفته. من کشک و داخل مواد نریختم، فقط روشو با کشک و یه ذره نعنا تزیین کردم. هم خوشگل‌تر شد هم سبکتر رژیمی‌تر. باور کنید با همین روش ساده یک کشک بادمجون خوش عطر و دلبر درست میشه.